سلام به شما. خب امروز اومدیم سراغ یه موضوعی که فکر میکنم برای خیلی هامون آشناست. به تعویق انداختن کارها، همون تعلل. سلام. بله، موضوع خیلی رایجیه. منبع اصلیمون یه مقاله پژوهشیه که حسابی رفته تو عمق این قضیه. یعنی دلایلش چیه اصلاً، پیامداش چیه. درسته. میخوایم با هم ببینیم این تحقیق چه چیزای جالبی رو میگه، شاید کمک کنه بفهمیم چرا این کارو میکنیم و خب چطور میشه یکم مدیریتش کرد. دقیقاً. هدف همینه. جالبه بدونید که طبق همین منابع حدود 20% بزرگسالها، یعنی از هر 5 نفر یکی، به طور مزمن گرفتار تعلل هستن. 20%؟ آمار بالاییه واقعاً. خیلی. اما سوال اول اینه که تعلل واقعا چیه؟ یعنی همون تنبلیه یا فرق داره؟ ببینید این نکته خیلی کلیدیه که از اول مشخصش کنیم. نه، با تنبلی فرق داره. آها. تنبلی معمولاً یعنی طرف حال و حوصله نداره، انگیزه نداره. اما اونی که اهمال کاری میکنه اتفاقاً میخواد کارو انجام بده. میخواد ولی نمیکنه. دقیقاً. یعنی عمدن به تعویقش میندازه، با اینکه میدونه ممکنه بد بشه، آخرش پیامد منفی داره. پس یه جور انتخاب آگاهانه است؟ تقریباً. یعنی 4 تا چیز باید باشه. یکی این که عملو به تأخیر میندازی. دوم، قصد داری انجامش بدی. سوم، میدونی این تأخیر خوب نیست. و چهارم، مانع خارجی واقعی هم سر راهت نیست که شروع کنی. آره. پس یه جورایی آگاهانه است، هرچند حس خوبی نداره معمولاً. انتخاب آگاهانه ولی ناخوشایند. خب چرا این انتخابو میکنیم؟ چی باعث میشه اون کار مهم رو بندازیم برای بعد؟ خب، نظریه‌های مختلفی هست. یکی از مهمتراش تو رویکردهای رفتاری بحث ارجحیت زمانی هست. ارجحیت زمانی یعنی چی؟ یعنی مغز ما یه جورایی تمایل داره پاداشهای فوری رو حتی اگه کوچیک باشن به پاداشهای بزرگتر ولی دیرتر ترجیح بده. آها، یعنی لذت الانه مهمه. دقیقاً. اون رضایت لحظه‌ای، اون چک کردن گوشیه خیلی جذابتر از اون نتیجه نهاییه که خب دوره. واسه همین سراغ کار اصلی نمیریم. که خیلی ملموسه این. اما فقط بحث رفتار نیست، درسته؟ انگار فکر و خیال ما هم خیلی دخالت داره. همینطوره. 100%. نظریه‌های شناختی میان روی این تمرکز میکنن، روی اون فکرای اشتباهی که میکنیم. مثلا چه فکرایی؟ مثلا کمالگرایی خیلی شدید، یا باید بی‌نقص باشه یا اصلاً نمی‌کنم. آها، این خیلی آشناست. یا فاجعه سازی. اگه خوب نشه چی؟ اگه خراب کنم چی؟ این فکرها شروع کار رو خیلی سخت میکنن. انگار یه غول میسازیم ازش. درسته. و یه چیز دیگه هم ضعف تو خود تنظیمی هست. یعنی توانایی مدیریت فکر و احساس و رفتارمون برای رسیدن به هدفهای بلند مدت. وقتی این ضعیفه، راحت‌تر تسلیم وسوسه‌های آنی میشیم. پس هم پاداش فوری وسوسمون میکنه، هم فکرای ناجور و همین که کنترلمون از دست میدیم انگار. بله، تقریباً همیناست. حالا عوامل بیرونی چی؟ محیط اطرافمون هم تأثیر داره؟ حتما. نقش محیط رو اصلاً نباید دست کم گرفت. مثلا چی؟ مثلا وقتی یه کاری خیلی مبهمه، ساختار نداره، یا نمیدونیم دقیقاً کی باید تحویلش بدیم یا بازخورد نمیگیریم. درسته. یا برعکس، فشار زمانی خیلی زیاده و آدم استرس میگیره. و خب مهمتر از همه تو دوره ما این حواس پرتی‌های دم دست. گوشی و اینترنتو. دقیقاً. شبکه‌های اجتماعی، وبگردی بی هدف، اینا تعلل رو خیلی بیشتر کردن. گاهی فقط مرتب کردن میز کار یا بستن چند تا تب اضافه خودش یه قدمه. خب با این همه دلیل معلومه که پیامدهایی هم داره. غیر از این که کارمون عقب میفته و شاید کیفیتش بیاد پایین، دیگه چه اثری داره؟ پیامدهاش راستش میتونه خیلی جدی‌تر از این حرفا باشه. واقعاً؟ بله. منابع میگن میتونه منجر به استرس مزمن بشه، اضطراب بالا، حتی افسردگی. عجب. عزت نفس آدم خیلی لطمه میخوره. حس بدی نسبت به خودت پیدا میکنی. جالبه که حتی روی سلامت جسمی هم اثر داره. چطوری؟ هم به خاطر خود استرس که برای بدن بده، همین که ممکنه آدم دکتر رفتن یا مراقبت‌های پزشکی رو هم به تعویق بندازه. آها، درسته. مشکلات مالی هم ممکنه پیش بیاد. وقتی دیگه خیلی شدید و مزمن میشه، تقریبا رو همه جنبه‌های زندگی اثر میذاره.
واقعاً پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. خب اینا همه نیمه تاریکش بود. راهی هم هست، کاری میشه کرد، منابع چی میگن؟ خوشبختانه بله، راهکار کم نیست. یکی از رویکردهای خیلی مؤثر رفتار درمانی شناختی یا CBT هست. CBT چی کار میکنه دقیقاً؟ کمک میکنه اون فکرای معیوب مثل همون کمالگرایی یا فاجعه سازی که گفتیم شناسایی بشن و تغییر کنن و عادتهای کاری بهتری جایگزین بشه. پس رو فکر و عادت کار میکنه. دقیقاً. راهبردای فراشناختی هم هست. یعنی خودمون آگاه بشیم به فکر و احساسمون تو اون لحظه‌ای که می‌خوایم کارو عقب بندازیم و اون فکرها رو به چالش بکشیم. مثل مچ خودمون رو بگیریم؟ یه جورایی تمرین ذهن آگاهی یا مایندفولنس هم خیلی کمک میکنه. یعنی حواسمون رو بیاریم به همین لحظه بدون قضاوت. این جلوی حواس پرتی رو میگیره. که خیلی مهمه. خب اینا بیشتر ذهنیه. راهکارهای عملی‌تر چی؟ مدیریت زمان و اینا؟ اونا هم حتما لازمه. تکنیک‌های ساده مدیریت زمان خیلی موثره. مثلا کار بزرگ رو بشکنیم به قدم‌های کوچیک‌تر. آها، که ترسناک نباشه. دقیقاً. قابل مدیریت بشه. اولویت بندی کنیم. مهلت‌های کوتاه‌تر و واقعی‌تر برای خودمون بذاریم. جایزه دادن به خودمون چی؟ اونم جواب میده. بله، میتونه کمک کنه. یه پاداش کوچیک بعد از تموم کردن یه مرحله انگیزه میده. یه رویکرد دیگه هم هست به اسم پذیرش و تعهد یا ACT. اون چیه؟ اون میگه به جای اینکه با حسای بد مثل اضطراب بجنگیم، بپذیریمشون. قبول کنیم که هستن، ولی با این حال کاری که برامون مهم و با ارزش هامون جوره رو انجام بدیم. جالبه. پذیرش به جای جنگیدن. بله، و البته مدیریت محیط هم که گفتیم، حذف حواس پرتی ها، کمک گرفتن از دوستا و خانواده‌ام خیلی میتونه مؤثر باشه. حمایت اجتماعی مهمه. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، تعلل یه چیز پیچیده است و عمدیه. فرق داره با تنبلی. هم عوامل درونی مثل فکرامون و خودکنترلیمون توش نقش دارن، هم عوامل بیرونی مثل محیط. درسته. پیامده منفیش هم فقط رو کار نیست، رو روان و جسممون هم اثر میذاره. ولی خب راهکارایی هم هست، از تغییر فکر و رفتار گرفته تا مدیریت زمان و محیط. دقیقاً. و نکته مهم برای شنوی که میشنوید اینه که فهمیدن این چیزا میتونه اولین قدم برای تغییر باشه. وقتی الگوهای خودتون رو بشناسید، بهتر میتونید باش کنار بیاید یا مدیریتش کنید. و استراتژی مناسب خودتون رو پیدا کنید. همینطوره. این فقط بحث درس خوندن یا کار کردن نیست، بحث کیفیت کلی زندگیه. رسیدن به چیزایی که واقعاً براتون مهمه. عالی بود. و شاید یه سوال نهایی که بد نیست بهش فکر کنیم، با توجه به اینکه گفتیم انگیزه درونی و همسو بودن کار با ارزش هامون انقدر مهمه، ممکنه این تعلل مزمن گاهی یه جور زنگ خطر باشه؟ زنگ خطر؟ آره، یه نشونه که شاید اون کاری که داریم میکنیم یا اون هدفی که دنبالشیم اونقدرها هم با خود واقعیمون، با چیزی که ته دلمون میخوایم جور نیست. شاید این سوالی باشه که ارزش فکر کردن داره.